قایق سواری در غار سهولان. بله، عروس دریایی این غار. این بالا یک کله شیر داشت. اینم که کله شیره فرمودین؟ بله. عمق آب فرمودین چقدر؟ 62 متر عمق آبشه. در حال حاضرم 20% این غار دسترسی بهش امکان پذیر هست. یعنی زیباییش بی‌نظیره. بله. آره. یکی شبیه غار شه بالایش مار. آره یکی داغ پشته. آخه راست میگم داغ پشته. اون مثل قارچ بود، اونم مار بود. اون قندیله آهکیه. اینجا 62 متر. اینجا؟ قواس رفته پایین؟ آره. از راه دیگه هم راه داره که اون قایق اونجا رو داشتیم؟ بله. زیر راه. واقعا از زیر راه. یعنی از زیر غار، از زیر غار 162 متر. باز هم راه داره. بله راه داره به جای دیگه. بسیار. یکی شبیه جت جنگی در حال سقوط هم. این یه مهبان جتا رو ببین این هواپیمای در حال فرود هست. اینجا اون بحثه ادامه داره. این انتهای غار بود تا اینجا، قایق دیگه نمیره. میگه قواسا میتونن برن. بعد آبم تو نشست کرده نه؟ سالی ببین. الان هوا اینجا چند درجه هست؟ 7 تا 12. شما متوجه کنید چی میشه؟ بله. اصلا قابل لمسه. خدایی بزرگ میپسن